آقا سلام. اگه مصرف سوخت ماشینت بالاه یا ماشین دود سیاه میکنه، یه سنسور ما توی ماشین داریم که رو منیفولد هوا بسته میشه به نام مپ سنسور که با یه دونه پیچ روی منیفولد بسته میشه. اگه نگاه کنین میتونی یه دونه پیچو باز کنین خودتون توی خونه با اسپری انژکتور شور نوکشو، همون قسمتی که سنسورش هست، اون قسمت رو تمیز کنید و دوباره جا بزنید. به احتمال 90% مصرف سوخت ماشین درست میشه و ماشین هم دود سیاه نمیکنه. خیلی مخلصیم. آقا سلام. اگه مصرف سوخت ماشینت بالاه یا ماشین دود سیاه میکنه، یه سنسور ما توی ماشین داریم که رو منیفولد هوا بسته میشه به نام مپ سنسور که با یه دونه پیچ روی منیفولد بسته میشه. اگه نگاه کنین میتونی یه دونه پیچو باز کنین خودتون توی خونه با اسپری انژکتور شور نوکشو، همون قسمتی که سنسورش هست، اون قسمت رو تمیز کنید و دوباره جا بزنید. به احتمال 90% مصرف سوخت ماشین درست میشه و ماشین هم دود سیاه نمیکنه. خیلی مخلصیم.